سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیبای لشت‌نشار. امروز 22 مهر ماه ساعت حدود 10 هستش. شهر نشار جزئی از بخش لشت‌نشار شهرستان رشت است که با شهر رشت حدود 30 کیلومتر فاصله داره. بازارهای هفتگی لشت‌نشار در روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته برگزار میشه و میشه گفت جز بزرگترین و بهترین بازارهای استان گیلان هستش و به زودی ولاگش رو در کانالمون قرار میده. جاهای دیدنی لشت‌نشار شامل منطقه گردشگری زیباکنار، ساحل رودخانه سپیدرود، ساحل دریای خزر، حمام و بازار قدیمی، بازار هفتگی و چند جای دیگه هستش. تعداد مشاهیر بزرگان این شهر هم واقعا زیادن و یکی از محبوب ترین آنها استاد مرحوم فریدون پررضا، خواننده و پژوهشگر موسیقی گیلان هستش. روحشون شاد. محصولات و سوغاتی های این شهر نان خشک، بادام زمینی، برنج، محصولات کشاورزی، صنایع دستی و موارد دیگه است. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کن و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
اینا صدف زنده بار باید بخوریم، زنده بار.